کاپشنتون آمریکاییه. آمریکاییه؟ آره. آره مبارک. بخشید با تیپ جدید و خرخص. آره سلامت باشید. چه مشکلی؟ دیروز آقا محسن یه حالا شوخی کردن که گفتن فائزه به جای همه ما میره زندان میاد. حرفی حدیثی صحبتی؟ خب حالا محسن لطف داره ولی نه واقعا اینجور نیست که مثلا ما حالا برنامه ریزی کردیم که کی چیکار کنه. نه اینچ اونجات نگفتن، من شرایطشون رو گفتن که بالاخره. آره ولی خب انگار من دست زندانم خوبه دیگه، که هر حال وقتی شما یه بار برید زندان یه زندان عادی میشه. واقعا زندانی میشید واقعا به معنی واقعی مثل دیگران. میگن که جاشون فرق میکنه هتل. نه اصلا ادین هتله. از چه جهت؟ امکانات خوبی داره. بعد زنا من مردا رو نمیدونم، زندانای دیگر رو نمیدونم. ولی آقا مهدی هم زندانی که بودن اونم عادی بود. اصلا مهدی که بیچاره حتی با سیاسیام نبود، با مالیام نبود، با یه تعدادی افراد، حالا نمیخوام بگم کیا، ولی یه افراد خیلی که اصلا متفاوت بودن با خودش بود. اون بر عذاب گذاشته بودن. یکی دو سال پشت کنکوری بودن تا اینکه دانشگاه آزاد. البته من همزمان هم بعد از چندین سال که پشت کنکور موندم هم سراسری هم آزاد با هم قبول شدم که دو تاش با هم رفتم. تیپتون هم بهتون